ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللہ رب العزت بہترین رہنمائی ہارا و بہترین ہدایت را در قرآن عظیم و شان برای ما بیان کرده است. یہ حدیث یادم آمد که یهودی به مسلمانی گفت که شنیدیم که این پیامبر شما را راهنمایی حتی می کند. مفهوم حدیث می گویم که به کنار دستشویی که شما به کنار آب که می روید دستشویی می روید چگونه بروید؟ و او به صورت تمسخر گفت و او مسلمان به صورت افتخار جواب داد که بله این پیامبر همه چیزها را مرا تعلیم میده، چگونه نظافت بکنیم، چگونه طهارت بکنیم. مثال پیامبر مثل یک پدر مهربانه که فرزندش را آموزش میده و مهربانی پیامبر بالاتر از پدر و مادر است و همان گونه که پدر و مادر فرزندان چگونه هدایت میدن، راهنمایی میکنند، حتی نظافتشون، حتی طهارتشون، آداب طهارت را، آداب خوردن، آداب نوشیدن، همه چیز پیامبران با سیرت و روش و با زبان و بیان تعلیم دادند. قرآن عظیم الشان همه چیز را به ما راهنمایی کرده است که ما چگونه باید در دنیا زندگی بکنیم که برای هیچ کسی ضرری داشته نباشیم، برای هیچ کسی خساره و تاوانی داشته نباشیم، سالم زندگی بکنیم. و لحاظ این آیه از همین آیه های مبارک هست و با برکتی که بهترین هدایت ها را به ما داده است. در جاهلیت عرب و جاهلیت قبل از اسلام یک شیوه همین بود که مردم به یک دیگه مسخره می کردن، تمسخر می کردن. فامیل های بالاتر به فامیل های پایین
انسانهای بالاتر به انسانهای پایین تمسخر میکردند. اینها را به بعد مسخره میگرفتند. طبقات مختلف مردم به یکدیگر تمسخر میکردند. زنان به زنان تمسخر میکردند. زنان یک فامیل بالاتر به زنان پایینتر، زنان ثروتمندان و امرا به زنان غربا و اونهایی که فقیر بودند و ثروت نداشتند تمسخر میکردند. یک فامیل به فامیل دیگه تمسخر میکرد. دین اسلام آمد که بهترین دین و قرآن نازل شد که کتاب انسان سازه، انسان ها را تک تک انسان ها را می سازد و جامعه را می سازه، کل جامعه را می سازد. قرآن فرمود که شما هیچ کسی به کسی دیگر مسخره نکنید، چه این مسخره تبعات داره. وقتی به گوش اونها برسه نفرت در دلشون پیدا میشه، دشمنی پیدا میشه، عداوت پیدا میشه و این برخلاف زندگی سالمه و برخلاف زندگی درسته. لذا هم مردان الله من کرد که شما به یک دیگه تمسخر نکنید و هم زنان من کرد. شما زنان یک طایفه و یک فامیل به زنان طایفه دیگه مسخره نکنید، چرا که شما نمیدانید که شاید اونها نزد الله بهتر باشد. او زنانی که شما مورد مسخرهشون قرار دادید از شما بهتر باشند. او مردانی که شما تمسخرشون میکنید نزد الله بهتر باشد. و از تمسخر الله تعالی من کردن که مسخره نکنید به یک دیگه، احترام قائل باشید، حرمت قائل باشید، حرمت یک دیگر را حفظ کنید. به او ضعیفترین انسان هم حرمت بگذارید، به اونی که فلجه و بر زمین میخیزد، به اونی که کمرش کجه و پشتش کجه هست و راه میره، به اونی که پیاده، به اونی که لنگه. شما به هیچ یک از انسان ها مسخره نکنید، بلکه حرمت بگذارید، احترام بگذارید. شاید اونها نزد الله تعالی همین لنگ، همین کور، همین نابینا که مورد تمسخر از شما بهتر باشه. شاید او فامیل پایینتر، شما از فامیل بالاتری هستید، ولی فامیل پایینتر از شما بهتر باشه. لذا هم زنانا هم مردانا الله من کرده از تمسخر به یک دیگر. و وقتی تمسخر نباشه عداوت، کینه، بغض در دل ها ایجاد نمیشه و لذا این تبعات داره تمسخر برای شما. و الله تعالی فرمودن یک دیگر را به القاب بد یاد نکنید، به یک دیگر با اشاره هم اشاره بد نکنید، به یک دیگر لقب های بد ندید، عیب وارد نکنید، هیچ کسی را کور خطاب نکنید، هیچ کسی را لنگ خطاب نکنید. کسی چشمش کجه او را نگید که آقا تو چشم کجه و صدا بکنید. نامهای زشت بر یک دیگر نگذارید، نامهای بد یک دیگر را یاد نکنید. ولو اینکه شما با هم رفاقت دارید، دوستی دارید، تکلف ندارید، اما به نامهای بد یاد نکنید. این برخلاف قرآن عظیم الشانه. شوخی هم نکنید اینطور، آی کور، آی لنگ، آی فلان. اینها برخلاف این نسه و لحاظا یک دیگر را به نامهای خوب یاد کنید، به نامهای محترمانه یاد بکنید، احترام بگذارید، حرمت بگذارید به کمترین. حتی بچه ها را هم تمسخر نکنید، بچه ها را هم عیب نگیرید که در دلشون کینه پیدا میشه. بچه هم
انسانه، بچه انسانه، او هم توقع داره و انتظار داره، انتظار حرمت داره. به بچه ها احترام بگذارید. بعضی به بچه ها تحقیر میکنن، بعضی توهین میکنن. این چیز خوبی نیست، عادت خوبی نیست. بچه بیش از بزرگان خواهان احترامه و انتظار احترام دارد. و الله تعالی در آیه بعد میفرما به یک دیگه بدبین نباشید، گمان بد نبرید. انسان عیبهای خودش را ببینه و از عیبهای دیگران نبینا باشه، عیبهای دیگران نبینه، عیب خودش را ببینه که در وجود او چقدر عیب وجود داره. لہذا به دیگران بدبین نباشید، بدگمان نباشید، گمان بد نبرید. چرا که بسیاری از گناه هستند، گمانها گناهند. گمان زنی که واقعیت داشته نباشه گناهی و اکثر گمانها چنانند. ممکنه بعضی گمان صداقت واقعیت نزدیک باشه ولی بیشترشون با واقعیت نزدیک نیست. تجربه نشان داده که بسیاری از گمانهای ما با واقعیت برابر نیستن، با واقعیت نزدیک نیستن. مشکوک میشیم به سر کسی، گمان میبریم. بسیاری با گمان رفتن مردم زدند کشتن، بسیاری با گمان رفتن با مردم درگیر شدن، بعد بررسی شده تا گمان غلط بوده، درگیری ناحق، قتل ناحق رخ داده است. الله تعالی همه من و شما را نجات بده. والله می فرماید یک دیگر را غیبت نکنید. غیبت زشته و بده، یعنی عیب جویی نکنید. عیب دیگران را در محفل و مجلستون بیان نکنید. گفتن، سوال کردن که یا رسول الله اگر در او عیب باشه این هم غیبت میشه؟ فرمودم بله، غیبت همینه که عیب در او موجوده. اگر عیب در او نباشه این تهمته و تهمت سنگین‌تر از غیبت هست. مردم عیبش را بیان نکنید، از عیب مردم دهانتون ببندید. خوبی های مردم را تذکره بکنید. اگر غیبت کسی شد شما دفاع کنید. اگر بر آبروی کسی حمله شد شما دفاع کنید از آبروی او. این سنت و دستور همین هست. غیبت نتیجه تکبر آدمان متکبر، آدمان مغرور، آدمان خودخواه، آدمان خودپسند دیگران را غیبت میکنند و دیگران را بد و بیرحم میگویند و عیب دیگران را یاد میکنند. و اگر در انسان تواضع باشه، فروتنی باشه، برای خودش بزرگی قائل نباشه، خود را پاک ندانه، خود را بزرگ ندانه، غیبت نمیکنه. غیبت کسی میکنه که آدم متکبری باشه. علاج تکبر تواضع و این هم آسان نیست. تواضع به سادگی به دست نمی آید، بسیار کوشش میخواهد و زحمت میخواهد که آدم متواضع بشه. آدم برای خودش ارزش قائل نباشه، آدم خودش را حقیر بدونه، آدم خودش را قلیل و کوچک بدونه. دیگران غیبت نمی کنه. ولا یغتب بعضکم بعضا، و بعض از شما بعض دیگر را غیبت نکنه. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیا شما دوست دارید که گوشت برادر مرده تون جنازه‌اش را بخورید؟ گوشت برادر مرده تون را بخورید. غیبت کردن خوردن گوشت برادر مرده یا خواهر مرده. همان اندازه که گوشت مرده حیوانات خوردن حرامه و زشته، گوشت انسان چه کسی میخوره و بسیار خطرناک و نفرت انگیزه. این غیبت همین اندازه منفوره، این غیبت همین اندازه نفرت انگیز هست که خوردن گوشت انسان مرده. ولهذا غیبت بده و از گناه های کبیره و از مهلکات که تنها با توبه بخشیده نمیشه.
هم توبه بکنه و از الله معافی بخواهد و هم از برادرش که غیبت کرده او را از او معافی بخواهد. تهمت سنگینه به مردم، عیبی که مردم داشته نباشند و گناهی را مرتکب نشده و کسی گناه را به اون نسبت بده و عیب به اون نسبت بده، این میشه تهمت و تهمت بسیار سنگینه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیعت میگرفتن از زنان و بیعت آن حضرت از زنان همین بودن که یکی از مواردش همین بود که تهمت نزنن به یک دیگه. معمولا تهمت و غیبت به خواهران بیشتر از برادران هست. ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، نافرمانی نکنند، بهتان نتراشند. آن حضرت در موارد بیعت آن حضرت گناه های بزرگ آمده است که گناه های بزرگ مرتکب نشند. درود خط فرماده. آن حضرت از صحابه کرام رضوان الله تعالی بیعت می گرفتن که شرک نکنند و گناه های بزرگ را مرتکب نشند. هم از خواهران زنان بیعت می گرفتند، هم از مردان بیعت می گرفتند. و جای بیعت تذکره که از بعض صحابه بیعت گرفتند که نماز پایبند باشند و زکات اموالشون بدهند و خیرخواه هر مسلمان باشند. جامعه را که آن حضرت ساخت به وسیله قرآن ساخت، به وسیله وحی ساخت، به وسیله راهنمایی رب العالمین ساخت. یک جامعه بسیار فرهیخته بود، یک جامعه بسیار پاک بود و یک جامعه بسیار عجیب و غریب بود. انسانها را آن حضرت ساخت، صحابه را و زیبا ساخت، امتا به مسیر صحیح قرار داد و مسیر صحیح بسیار زیبا قرار داد. آدم به نحوی زندگی بکنه که برای هیچ کسی مشکل داشته نباشه و به نحوی زندگی بکنه که هیچ کسی از زندگی و زبان او و از قلم او و دست او هیچ کسی متضرر نشه و ضرر نبینه. و این زندگی است که فرمودن المسلم من سلم المسلمون من لسانه، و ید مسلمان کسی است که همه مسلمانان از زبان او و از دست او در امان بمانند و سالم بمانند، به مشکلات داشته نباشند، خوف داشته نباشند که فردا ما را توی چاهی می اندازه، ما را برای منفعت خودش می فروشه، به ما مال ما و جان ما ضرر وارد میکنه، برای ما ضرر داره. نه، وقتی انسان هم میبینه باید انسان معنیش هم از احساس انس بکنه که من مردمی دیدم، انسان دیدم، به هر کسی ملاقات میشه. انسان از تنهایی وحشت میکنه، وقتی یک نفر دیگری ببینه احساس انس میکنه که من یک نفر بودم الان ما شدیم دو، و اگر دیگری ببینیم ما شدیم سه و راحت میشه. انسان به انسان ها ضرر نزنه، انسان بغض انسان ها را در دل داشته نباشه. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صحابیه را فرمودند ای فلانی اگر شما توانستید که اینطور زندگی بکنید، اینطور صبر بکنید که بغض هیچ کس در دلتون نباشه، همین کار انجام بده. و فرموده این سنت منه و من صبر میکنم. آن حضرت صبر میکرد در حالی که بغض و کینه هیچ کسی را در دل نداشت و فرمود این سنت منه و این سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم. هر کسی عمل بکنه در مسیر آن حضرت قرار میگیره و از نزدیکان آن حضرت صلی الله علیه وسلم میشود. الله ما را توفیق بده که ما بتوانیم رعایت کنیم مسائل و توبه کنیم از همه گناه ها
و پرهیز کنیم از همه گناه ها. حقوق بندگان سنگین، حقوق العباد بسیار سنگین و سخته، و همچنان حقوق الله، حق پروردگار رعایت کنیم. اگر ما حق خدا و حق بندگان رعایت کنیم، انشاءالله الله تعالی بهشت عنایت میکنه، رضایت پروردگار نصیب ما میشه و رحمت پروردگار بر ما نزول میکنه. تو این یک دو روز تحولاتی که اینجا توی استان ما بوده، همین که حاجی آقای سلیمانی که 17-18 سال امام جمعه زاهدان بود و اینجا زندگی کرد، جا به جا شدند و ایشون دیروز تودیعشون بود و خداحافظی کردند و رفتند. و شخص بزرگواری بودند و انسان مفیدی بودند، زحمت کشیدن برای استان ما و دعای خیر مردم با در غیر رایشون هست. و همچنان امام جمعه محترم جدید جناب آقای محامی به جایشان منصوب شدند، هم به امامت جمعه زاهدان و هم به نمایندگی ولی فقیه در استان منصوب شدند و هم برایشون آرزوی توفیق داریم که انشاءالله موفق بشن و بتوانند برای استان ما، مردم ما منشأ خیر باشند. و تشریف آوری جناب آقای حاجی آقای گلپایگانی، حاجی آقای مروی، حاجی آقای علی اکبری که رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب جناب آقای گلپایگانی و همچنان جناب آقای مروی معاون ارتباطات و جناب آقای علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری می جمعان به استان ما، انشاءالله مایه خیر است و برکت هست و به فعل نیک میگیریم. الله برکاتش را بر همه ما نازل بکنه و همه ما را توفیق خیر و خوبی نصیب بکند. باران رحمت هم به این عزیزان که اینجا تشریف در هنوز دوستان خوش آمد عرض میکنیم و امیدواریم که انشاءالله مشکلات استان و مشکلات مردم هم به مقام رهبری برسانند و انشاءالله مشکلات و گرفتاری های مردم پیگیری بشه. باران رحمت در نازل میشه و هیچ کسی تصور نمی کرد که قحط به این زودی برطرف بشه، ولی عنایت پروردگار بود و رحمت رب العالمین، رحمت من ربک، رحمت رب العالمین هست که هرگاه بندگان ناامید می شوند او رحمتش را نازل میکنه. والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، بعد از ناامیدی رحمت الله می آید. این نعمت شکر می خواهد که ما شکر این نعمت انجام بدیم که الله تعالی رحمت خوب بسیار نازل میکنه که نوید دهنده آینده آباد و آینده خوبی است. و همینه که هیچ وقت مصیبت آدم ناامید نشه. بنده مریض را عیادت کردم که هیچ امیدی به زندگیش نبود. ما هم بر اساس حدیث از سنتی که کسی که مریض را عیادت کرد بگه که تو خوب میشی. ما گفته که تو خوب میشی و ما خیلی مریضا را دیدیم که ناامید کننده بود حالش خوب شدن. بر اساس سنت همینه. ولی من بعد او را ما دیدیم که هیچ آثاری از مریضی نیست و مدتها زندگی کرد، سالم زندگی کرد. لہذا بعض اوقات آدم مریض میشه ناامید میگه من دیگه رفتم، من دیگه مردم، اما الله میبینه مریضی را برطرف میکنه، آدم سالمه. بعض فقیر یه بنده خدایی را من گفته که ما برای شما دعا میکنیم که
یک کار دستش بود که مشکلات شما را خدا حل بود. گفت نه مشکل من اصلا خدا حل نمیکنه. مردم شکایت کرده دکاندارا که این وام میکنه و وامها را نمیده. منشون خواستم و گفتم مردم شکایت دارن، گفت آقا من این وامها را نمیکنه که پس بدم، چرا که من چیزی ندارم که بدم. من گفت الله میده. گفت نه به من اصلا الله نمیده، اصلا نمیده مایوس. ولی بعد همین شخص من دیدم یک روزی که گفت که من از اولی سرمایه‌داران زاهدانم، یعنی همون سرمایه‌دان بالا بالا که اگر انگشت شمار باشن گو یکی از سرمایه‌داران من. واقعا مایوس بود که خدا بهشون روزی نمیده، ولی خدا نشان داد که نه روزی میده. اینطور نیست. بسیاری اولاد نداشتن. یا عزیزی همیشه توی جلسات دعا کنی برای بی اولادان. الله هم پیگیر است و ما هم فکر کردی که الله محاسنش بالاخره حالا تارهای سفید ظاهر شده بود و یا نه سنش بالا بود. گفتی تا این سن اولاد نداشت و یک مرتبه الله تعالی بهش اولاد داد. الان هم میگه دعا کنید که من میدانم که بی اولادی چه اندازه مشکله، برای بقیه دعا کنید. هیچ وقتی از خدا ناامید نباشید. و روی این مصیبت که میآید آدم سراسیمه نشه، آدم ناامید نشه و نعمت که میآید مغرور نشه که دیگه مصیبت برای همیشه رفت. زندگی بین همین دوتا است، هم گرفتاری و هم رحمت پروردگار. الله تعالی رحمتایش را برای همه ما نازل بکنه.